حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری برای ولادیمیر پوتین موجه است و آمریکا از آن حمایت می‌کند. این واکنش بایدن بود به صدور حکم بازداشت رئیس جمهور روسیه در دادگاه کیفری بین‌المللی. واکنشی که پس از 1.5 سال در موضوعی مشابه تغییر کرد و دیوان در نگاه رئیس جمهور آمریکا مشروعیتش را از دست داد. ما موضع خودمان را درباره دیوان بین‌المللی کیفری روشن گفته‌ایم. ما دیوان را به رسمیت نمی‌شناسیم. ماجرا از زمانی آغاز شد که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات دیوان درخواست کرد تا حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایت در غزه صادر کنند. نتانیاهو انگلند. واکنش برخی مقامات آمریکا به این درخواست از واکنش بایدن هم تندتر بود. همین حالا دلارهایتان را از ایالات متحده خارج و با سفر مجدد به آمریکا خداحافظی کنید. دیوان کیفری بین‌المللی پا را از اختیاراتش فراتر گذاشته و با صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت سابقه خطرناکی برای خودش ایجاد کرده. البته آمریکایی‌ها برای حمایت از دوستان صهیونیست خود به لفاظی اکتفا نکردند و وارد اقدام عملی علیه بازوی قضایی سازمان ملل شدند. طرح تحریم دیوان کیفری بین‌المللی با 247 رأی موافق در مقابل 155 رأی مخالف، مصوبه‌ای که با صراحت آمریکا را بالاتر از سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌دهد و رئیس جمهور این کشور را ملزم می‌کند که تحریم‌هایی را علیه مقامات دیوان بین‌المللی کیفری که در هر تلاشی برای تحقیق، دستگیری، بازداشت و یا محاکمه هر شخص تحت حمایت آمریکا و متحدانش انجام می‌دهند، اعمال کنند. مصوبه‌ای که برخی دوراندیشان مجلس نمایندگان آمریکا را به وحشت انداخت. این اقدام مقامات برخی از قوی‌ترین متحدان ما را تحریم می‌کند. انگلیس، ایتالیا، آلمان و ژاپن. این موضوع خطرناکی است. آنقدر گسترده است که برای ما بسیار خطرناک می‌شود. مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای تبدیل به قانون شدن به تصویب در مجلس سنای این کشور نیاز دارد.